رول داون یک بتا منتشر شده و اگه شما نمیدونید رول داون چیه، باندلرز چیه، دقیقاً چه کاری انجام میده در جاوا اسکریپت، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. به کانال هشکد خوش اومدین. امروز می‌خوایم راجع به جاوا اسکریپت باندلرز ها صحبت کنیم، اونهایی که در سال 2024 معرفی شدن و همینطور پروژه‌ای که از قبل وجود داشتن. می‌خوایم یه نگاهی به اونها بندازیم و اینکه وضعیتشون در سال 2024 به چه صورت بوده، کدوم‌ها بیشتر استفاده شدن، کدوم‌ها محبوب‌تر بودن و چه تعداد یوزر در پروژه‌های بزرگ و کوچیک دارن ازشون استفاده می‌کنن و همینطور راجع به رول داون که موضوع اصلی این ویدیو هست صحبت کنیم. رول داون اخیراً نسخه یک بتاشو منتشر کرده و شما می‌تونید ازش تست بگیرید. هنوز برای پروداکشن آماده نیست و بریم که نگاه کنیم که رول داون چی هست. قبل از اینکه رول داون رو بخوایم بررسی کنیم، می‌خوام که یه نگاهی بندازیم به باندلرها، اینکه باندلر چی هست دقیقاً و چه استفاده‌ای میشه ازش. به طور خلاصه باندلر یه ابزاریه که چندین تا فایل و حالا دیپندنسی رو به یه دونه فایل یا حالا چند تا فایل تبدیل می‌کنه، کامباینش می‌کنه. و این پروسه خیلی مهمه توی وب دیولپمنت به خاطر اینکه تعداد ریکوست های نتورک رو میتونه کم کنه، اپتیمایزش کنه، زمان لود رو، و همینطور میتونه اون دیپندنسی ها رو به صورت مؤثری مدیریت کنه. بعضی از دیولپرها میگن که بحث باندلینگ رو قبلا اینجوری بود که شما تمام فایل های جاوا اسکریپت رو یه فایل می‌کردین که براوزر بتونه بخونه، اما در حال حاضر براوزرها اس ماژول رو ساپورت میکنن، میتونن فایل ها رو به همون ترتیبی که ایمپورت شده بخونن. پس چه احتیاجی هست که ما بیایم دوباره باندلینگ رو انجام بدیم؟ جواب اینه که همچنان نیاز هست، به خاطر اینکه باندلرها فقط این کارو انجام نمیدن، ترانسپایل انجام میدن، فایل تاب اسکریپتتون رو JSX تون رو همه رو تبدیل میکنن به فایل هایی که قابل خوندن باشه و حتی کامپتیبیلیتی بین ورژن ها رو شما انجام میدن و حالا بحث اپتیمایزیشن، تری شیکینگ و خیلی کار دیگه توی باندلرها انجام میشه که در پروژه های بزرگ خیلی ضروری هست و این کار باید انجام بشه. خب پس ما همچنان به باندلرها نیاز داریم. پس بریم یه نگاهی بندازیم که چه تعداد باندلر وجود داره و اونها رو اگر بتونیم تقسیم بندی بکنیم در نسل های مختلف. توی نسل سفرم یا نسلی که هنوز نسل نشده میتونیم به براوزیفای اشاره کنیم. براوزیفای در واقع یک باندلر خیلی ساده بود که شبیه نود.js کار میکرد و در واقع فایل ها رو میومد به استایل نود ریکوایر میکرد داخل براوزر. من خودم شخصا ازش استفاده نکردم، اما خیلی ساده کار میکنه و شما میتونید خودتون توی داکیومنتش چک بکنید. نسل بعدی نسل یک هست یا بهشون میتونیم بگیم کلاسیکال گنگای کلاسیکال، به خاطر اینکه خیلی مدت طولانی از استفاده کردیم. اولش اگه پارسل رو بخوایم نگاه کنیم، پارسل خب با عنوان زیرو کانفیگ شناخته میشه، یعنی که ما هیچ تعلیماتی لازم نیست انجام بدیم و شما مستقیما فایل JS CSS و تایپ اسکریپت رو میتونید بهش بدین که اجرا بکنه برای شما و باندلش کنه. هات ریلودینگ هم یا HTML رو ساپورت میکنه و خیلی باندلر خوبی هست. مورد بعدی رولاب است. رولاب اکوسیستم پلاگینی داره و شما میتونید از پلاگین‌های مختلف داخلش استفاده کنید، کد اسپلیتینگ و تری شیکینگ و خیلی از فیچرها رو ساپورت میکنه. همینطور اینکه رول آپ به عنوان یک باندلر پشت زمینه ویت داره استفاده میشه که این رو جلوتر بهش میپردازیم که کجا و به چه صورتی ازش داره استفاده میکنه. و مورد بعدی وب پک هست که دامیننت باندلر یا بیگ باس، رئیس بزرگه و خیلی فیچرهای مختلفی داره و همه توی پروژه ازش استفاده کردن. احتمالاً تقریبا تمام فیچرهایی که شما میشناسید رو باندلر وب پک داره ساپورت میکنه، مثل تری شیکینگ، مینیفیکیشن، کشینگ استراتژیز، اسید منیجمنت، کد اسپلیتینگ و خیلی چیزای دیگه. فقط این نکته که داری، خب یک پی اچ دی شما نیاز دارید که خب وب پک رو یاد بگیرید و لرنینگ کرو زیادی داره و اینطور هست که وب پک کمی سخت یادگیریش. اما نکته بعدی راجع به نسل بعد باندلرها هست که بهشون هیولاهای سرعت میتونیم بگیم، به خاطر اینکه اومدن با زبان‌های غیر جاوا اسکریپت نوشته شدن، زبان‌هایی که افیشنت تر هستن، مثل توربو پک، ES Build و RS Pack. اولیش اگه بخوایم بررسی کنیم میتونیم به ES Build نگاه کنیم. ES Build توسط زبان گو و CTO قبلی فیگما نوشته شده، ایون والاس، و همینطور خیلی سریع هست و اینجا هم یک مثال آورده. اگه نگاه کنید اومده و باندل 10 تا کپی از لایبرری تری.js رو با دیفالت ستینگ باندل داره میکنه و ES Build زیر 1 ثانیه 39 صدم ثانیه این کار رو انجام میده و بقیه باندلر هایی که اینجا گذاشته مثل پارسل 2، رولاب 4 و پک 5 زمان خیلی بیشتری رو میگیرن که این باندلینگ رو انجام بدن و گفته نسبت به ابزار مشابه میتونه 10 تا 100 برابر سریعتر باشه یا اینجا کنتر باشه نسبت به اونها. و در نهایت بعدی توربو پک هست، میتونیم بررسی کنیم. توربو پک هم یک باندلره که توسط کریئتور قبلی وب پک نوشته شده با زبان راست و توسط تیم ورسل داره نگهداری میشه و تو پروژه نکست.js ازش استفاده میکنن. هدف اینجا اینه که کامپتیبیلیتی کاملی با وب پک داشته باشه و شما بتونید از وب پک سویچ کنید روی توربو پک و پروژهتون رو اجرا کنید، اما سرعت بالاتری رو در بیلد باندلتون داشته باشید. اگر بخواید توی پروژه نکست.js اجرا کنید، شما میتونید که توی قسمت پکیج جیسون بیاین و بگین که نکست دیو داش توربو پک اون رو اجرا کنید. هنوز اعلام نکردم، فکر می‌کنم برای پروداکشن قابل استفاده نیست و توی آخرین آپدیتی که من ازشون دیدم به جای توربو پک شما باید از توربو استفاده کنید که شما میتونید اونو فکر کنم اینجا ببینید. بله، با توربو شما میتونید اون رو توی محیط دیو اجرا کنید. باندل بعدی RS Pack هست. RS Pack هم
یک ریرایت شده دیگه از وب پک به زبان راست هست و شما اینجا میتونید بنچمارکاشو ببینید که چقدر سریعتر داره اجرا میکنه نسبت به ویت، نسبت به وب پک و وب پک بابل. شما میتونید مقایسه بکنید و راجع به RSpec هم میتونید تحقیق کنید. اما بریم سراغ اصل موضوع ویت که ما قرار شد اینجا راجع به رول داون و ویت صحبت کنیم. ویت به طور کلی اومده از دو تا محصول و دو تا باندلر در بیهایند سین خودش استفاده کرده، از ESP برای دیو و از رول اپ برای پروداکشن. چرا از دو تا استفاده کرده؟ به خاطر اینکه زمانی که شما دیولپمنت انجام میدین این خیلی اوکی هست که شما خیلی از اپتیمایزیشن ها، مینیفیکیشن ها یا تغییراتی که میخواین رو روی پروژه اعمال نکنید و مستقیما براوزر رو بخواید که اون رو برای شما اجرا بکنه و نیاز به کانفیگ خیلی زیادی نداره. مثلا توی وب پک شما وقتی میخواین بیلد کنین باندلتون رو، شما خیلی از این عملیات رو انجام میدین، این باعث میشه زمان زیادی گرفته بشه و سرعت باندلینگ شما بیاد پایین. اینجا شما میتونید از ESP استفاده کنید، در واقع ویت از ESP استفاده میکنه توی محیط دیو که باعث میشه که شما وقتی میخواین که پروژه‌ای رو بنویسید و بخواید اون رو توی براوزر ببینید اون حس سریع بودن رو به شما بده. ولی توی پروداکشن اومده از رول اپ استفاده کرده. رول اپ میاد یک اکوسیستم پلاگینی خیلی قوی داره و تمام اون فیچرهایی که ما می‌خوایم که یک کد بهینه برای محصول نهاییمون رو داشته باشیم رو میتونه به ما فراهم کنه. بنابراین از اون اینجا استفاده کرد. نکته‌ای که وجود داره اینه که این دوتا با هم دیگه یه سری مشکلاتی ایجاد میکنن، چون شما در نهایت یه محصولی دارید که توی دیو دارین می‌نویسین، داخل پروداکشن می‌خواید استفاده کنید. یه اینکانسیستنسی بین رفتار این دوتا محصول استفاده میشه ایجاد میشه که بیشتر هم مربوط به ESM و CGS دیپندنسی هست. ایون یو که خالق همین ویت و ویو اینها هست، توی این کنفرانس ویت 2024 اومد راجعش صحبت کرد و در نهایت یه پروژه جدید معرفی کرد به نام رول داون که گفت ما می‌خوایم که اون دو تا محصول رول داون، رول اپ و ES بیلد رو با هم بذاریم کنار و یه پروژه جدید تعریف کنیم که توی این محصول رول داون این باندلر قراره روی هر دو محیط استفاده بشه. در کنار اینکه این باندلینگ انجام میشه و اون اینکانسیستنسی ها حذف میشه، شما میتونید که یه سری ایمپروومنت توی سرعت هم داشته باشید و در نهایت در آینده خیلی کار دیگه هم احتمالاً بتونید انجام بدید که یک محصول خیلی خوب برای بحث باندلینگ داشته باشید. خود سایت رول داون هم میگه که ما قصدمون اینه که بتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی این دو تا محصول قبلی رو ریپلیس کنیم و به جاش رول داون رو بیاریم وسط. تیو که خب یکی از دوستان خوب در حوزه آیتی هست و این مقاله‌اش رو هم تحلیل می‌کنه، این تست رو انجام داده با 10000 تا فایل و توی تستی که انجام داده بنچمارکی که گرفته نشون میده که رول داون 619 میلی ثانیه زمان میبره که بتونه باندلینگ رو انجام بده، رول اپ 22 میلی ثانیه، ESP 799 میلی ثانیه و RSpec 2 ثانیه. اینجا یه تفاوت خیلی زیادی بین اینها وجود داره که نشون میده که رول داون خروجی بهتری داره میده. به این بسنده نکرده و یه مثال دیگه هم زده. توی ریاکت 5000 تا کامپوننت مشابه ساخته. این کامپوننت ها فقط خب یک کانتر هستن. این رو هم بیلد گرفته، بیلدش رو این دفعه توی ورسل انجام میده و اول با رول داون با رول اپ انجام میده 11 ثانیه و نیم طول میکشه و با رول داون این دفعه انجام میده با رول داون حدود 7.5 ثانیه. تفاوت این دفعه خیلی زیاد نیست و تیو هم معتقده که خب یک آینده پرامیسینگ یا امیدبخشی وجود داره برای رول داون که میتونیم بعداً بیشتر با مثال‌های دیگه بررسی کنیم و توی محیط پروداکشن همینطور بعد ببینیم که چطور خروجی میده. در نهایت هدف ویت و رول داون اینه که بتونن این جنبه از توسعه نرم افزار یا بیلد رو اینویزیبل کنن، یعنی اینقدر سریعش بکنن که شما خیلی احساس نکنید. اگر مثلا زیر چند ثانیه باشه خب دیگه عملاً شما خیلی احساس نمی‌کنید که این عملیات باندلینگ داره انجام میشه. و در نهایت می‌خوام یه نگاهی بکنیم به State.js 2024. توی اینجا میزان استفاده از باندلر ها رو می‌بینید که وب پک 86% بوده در سال 2024، یعنی همین سالی که تازه تموم شده. بعدش ویت بوده 78%، یعنی توی پروژه های مختلف از این باندلر ها داره استفاده میشه. یعنی باندلر های جدیدی که ما صحبت کردیم هنوز توی پروژه واقعی استفاده نمی‌شود. و همینطور اینترست رو اگر ببینید خیلی جالبه، نشون میده که اولین اینترست الان روی رول داون، همه می‌خوان ببینن که این چی هست و بعدش ویت که همه می‌خوان به ویت سویچ کنن، RSpec همینطور. و اگه نگاه کنید وب پک خیلی اومده پایین اینترستش، یعنی اکثرا دوستان که اینو بزنن کنار و یه چیز دیگه رو جایگزین وب پک کنن، ولی خب وب پک خیلی فیچر داره و کامپتیبیلیتی پروژه ها نیاز داره که اون رو انجام بده. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. ما اینجا راجع به مقالاتی که جالبن توی وب صحبت می‌کنیم و اگر دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو هم ببینید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.